من ببینم هوایی‌زاده هستم. امروز میخوام باهاتون راجع به برنامه‌ای صحبت کنم که اخیراً پیداش کردم و به کمک اون دارم زبان چینی یاد بگیرم که تقریباً یک زبان چالشی هستش برای اکثر زبان آموزا و اکثر افراد وقتی که میخوان یادش بگیرن یک سوگیری دارن که این زبان سختیه. من این اپ رو توی اینستاگرام به صورت اتفاقی پیدا کردم و خب نصبش کردم و چیزی که باعث شد نصبش کنم این بودش که این اپ رایگانه. حالت پریمیوم هم داره ولی حالت رایگان هم داره و شما میتونید به ویدیوهای درس ها به صورت رایگان دسترسی داشته باشید و این خیلی جالبه. از اونجایی که درس ها به صورت ویدیو هستن، تصویر دارن، مخصوصا حالا برای چینی که من تجربه دارم، من واقعا راضی بودم از اون 10-11 جلسه‌ای که شروع کردم و گفتم که بیام ویدیو بگیرم و شما این اپ رو معرفی کنم. و اسم اون اپ چیزی نیست جز Go to Train. خیلی زبان‌های متنوعی داره، زبان ژاپنی داره، حتی زبان کره‌ای داره. ولی خب من کره رو نمیدونم چجوری تدریس میشه، با اینکه خودم زبان کره تدریس میکنم سراغش نرفتم. و چیز جالبی که واسم بود این بودش که زبان فارسی هم زبان فارسی داره تدریس میشه دوش و برای دوست چینی فرستادم تا اگر میبینه واسش مفیده استفاده کنه. و خب عربی هم اونجا تدریس میشه به لهجه خلیجی اگر دوست داشته باشین. امیدوارم که لهجه عراقی هم بذارن و بتونید که این اپو نصب کنید و حداقل هم که شده اون زبان رو توی سطح‌های مبتدی پیش ببرید باهاش. و همچنین اگر قصد آیلتس خوندن هم دارید برای انگلیسی، دوره‌های آیلتس هم دارن و دوره C1شون برای زبان انگلیسی به انگلیسی هم موجوده. یعنی تنها زبانی که به همون زبان تدریس میشه حالا به غیر فارسی انگلیسی هم هست. تو سطح‌های بالا میتونید از اون استفاده کنید و امیدوارم که واسهتون مفید باشه اپ. نظرتون رو بهم تو کامنت بگین و بگین که چه زبانی دوست دارین با این اپ یاد بگیرید. خیلی زبان‌های متنوعی داره، ایتالیایی، آلمانی، ترکی که خب من چون علاقه نیست خیلی تو این ویدیو بهش اشاره نکردم، اما احتمال خیلی زیاد فرانسوی زبانی که در واقع هدفتون هست رو توش پیدا بکنید. نصبش ضرر نداره و دوره‌هاش هم رایگانه. ممنونم که ویدیو رو تماشا کردید. منتظر نظرتون تو کامنت هستم. چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. بای بای.